در سفارت ایران در تاجیکستان به خاطر گرامیداشت یاد رهبریت عالی جمهوری اسلامی که در صدمه چرخبال به حرکت رسیده بودند دفتر یادبود باز شد. در این فلاکت ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه این کشور و همراهانشان جان دادند. مراسم یادبود امروز ساعت 10 آغاز شد و تا پگاه ساعت 17 دوام خواهد کرد. در نیمه روز اول سفیران و نماینده‌های سفارت‌های گوناگون به مثال عربستان سعودی، افغانستان، پاکستان، روسیه، ترکیه، فلسطین و دیگر شخصان رسمی برای اظهار همدردی آمدند. در پی شهادت آیت الله رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراهشون، دفتر یادبودی در امروز و فردا در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه گشوده شده است. در پی مرگ رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی در این کشور 5 روز ماتم ملی اعلان شده است. با این خاطر پرچم ایران در سفارتش هم نیمه افراشته است. یادآور می‌شویم که امروز در شهرهای مختلف ایران مراسم وداع با رئیس جمهور ابراهیم رئیسی برگزار شده است و روز 23 می او را جنازه کرده به خاک می‌سپارند. محمد نظر نجمیدینوف، امام علی سیدزاد، آسیا پلوس.